وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما هستیم، به امید آنکه پروردگار سبحانه و تعالی برای ما توفیق به سنت پیامبر، عمل کردن به سنت پیامبر و پیروی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را نصیب بفرماید. بینندگان عزیز و گرامی، در قسمت قبل در مورد علائم سحر قسمتی از آن را حرف زدیم و صحبت کردیم. در این قسمت هم می‌خواهیم به همین موضوع بپردازیم، چون موضوع مهم هست و باید که موارد دیگر هم اشاره بشه. باز هم در مورد علائم و نشانه‌های سحر و جادو در زندگی انسان، در شخصی که مسحور هست و سحر شده. در زندگی شبانه روزی شخص مسحور یا شخصی که سحر شده و بیماری سحر داره، بدون شک علائم وجود داره، نشانه های وجود داره، چی در بیداری و چی در خواب. در حالت بیداری نشانه های خاصی هست، در حالت خواب نشانه های دیگری وجود داره. در حالت بیداری یکی از نشانه هایی که شخص ساحر، شخص مسحور یعنی شخصی که سحر شده، بعضی از مطالب را در قسمت گذشته حرف زدیم. ادامه اش را انشاءالله به خدمت شما بیان میکنم. موضوع سردردی دائمی است. شخص بدون اینکه کدام مریضی خاصی داشته باشه، کدام مشکلی در وجودش احساس بشه، بدون اینکه بیماری مشخصی در وجودش باشه، خود به خود همیشه و همیشه از سردردی و از دردسر آزار و اذیت و آزار میبینه. امکانش هست که در وجودی که گفتیم معاینات و تشخیصات نشان بده که هیچ نوع مریضی در وجود این شخص وجود نداره، یعنی در وجود این شخص احساس مریضی نشه و معاینات نشان بده که هیچ نوع مریضی نیست، این خالی از سحر و جادو نیست. و همچنین یکی دیگر از علاماتی که در وجود شخص مسحور در حالت بیداری میتونه باشه، اینه که شخص از مسائل عبادت، از تلاوت قرآن نعوذ بالله، از نماز، از اینها بیزار میشه و یا که تنبل میشه به اینها. یعنی کسالت بسیار شدید داره نسبت به اینها، نسبت به تلاوت قرآن، نسبت به عبادات دیگر، نسبت به خصوص به نماز تنبلی داره، نماز نمیخوانه یا نعوذ بالله از نماز بیزار میشه. یک عده افرادی هستن که واقعا همینطور تنبل هستن، از اول تنبل بودن که الله هدایتشان کنه، چون امکان نداره شخص مسلمان باشه نماز نخوانه. مگر همچون چیزی امکان داره؟ شخص مسلمان باشه نماز نخوانه؟ اصلا یعنی غیر ممکنه. غیر ممکنه شخص مسلمان نماز نخوانه. این شخص و میدونین که کسالت و تنبلی کردن نسبت به نماز یکی از علائم نفاقه، یعنی منافقین، یکی از علائم منافقین اینه که نسبت به نماز تنبلند. این شخص منافق نیست، این شخص بی‌پروا نبوده، ولی یک بارگی نسبت به اینها بی‌پروا میشه و نعوذ بالله حتی بیزار میشه، یا این که نسبت به عبادات، نسبت به خصوص به نماز و قرآن تلاوت کردن و اینها یک بارگی تنبل میشه و کسالت پیدا میکنه. و یا هم احتمال داره نسبت به درسها تنبل بشه که موضوع کند ذهنی هست،
یک شخصی که از اول کند ذهن بوده، یک شخصی که انسان بوده بسیار پرتلاش، درس میخونده، همیشه نمراتش بالا بوده، هیچ مشکلی هم وجود نداره، حالا یک بار کند ذهن شده، هیچی نمیخونه، درس نمیخونه، یا ذهنش نمیتونه موضوع بگیره، امکان داره که سحر باشه. و امکان داره که این شخص با موبایل، اینترنت، فیسبوک اینها مشغول شده باشه، کند ذهن شده باشه. یعنی حقیقتا کند ذهن نیه، ولی حتی سر درس استاد هم ماشاءالله با موبایل مشغوله، با فیسبوک مشغوله، با SMS دادن مشغوله، یا با برنامه‌های دیگر مشغوله. امکانش هست که این هم باشه. و شخص یعنی درس میخوانه، زحمت میکشه، اما نمیتونه برداشت بکنه. قبلا نبوده اینطور، امکان داره که این هم سحر باشه و هیچ نوع مریضی هم مشخص نشه در وجود او. یعنی وقتی که معاینات طبی و پزشکی هم بشه، هیچ نوع مریضی در ذهن او یا در مغز او احساس نشه که این شخص چرا نمیتونه که بگیره، چرا نمیتونه درس بگیره، چرا کند ذهن شده. با این وجود احتمال داره که این شخص سحر شده باشه. و یا این شخص در غیر از درس و نماز و عبادت و اینها تنبلی و خستگی بسیار شدید پیدا میکنه. حتی در کاروبار زندگی، در کاروبار روزمره بسیار تنبله. یک شخصی که واقعا تنبل بوده و همینطور تنبل و همینطور انسان به وجود آمده، بزرگ شده، کلان شده، ولی یک شخصی که پرتلاش و پرکار بوده، اما یک بارگی تنبلی به سراغش میاد. هر کار میکنه خسته میشه، از هر کار متنفره، هیچ کاری نمیکنه، متنفره. احتمال داره که این هم خالی از سحر نباشه و سحری در وجود ای باشه، در صورتی که گفتیم این خستگی او به خاطر کدام مریضی خاصی نباشه، بلکه خود به خود یک بار ناخودآگاه این موضوع برایش به وجود میاد. احتمال داره که این هم خالی از سحر نباشه. یا اینکه شخص در جاهای کثیف مثل حمام، مثل دستشویی و اینها علاقه پیدا میکنه اونجا بره خلوت بکنه. خلاص داخل جاهای که کثیف، نجاست، دوست داره بره همونجا بشینه، همونجا احساس راحتی میکنه و اینجا را دوست داره. این هم نوعی از سحر در وجودی که در مغز او کدام صدمه وارد نشده باشه. چون انسان هوشیار این کار نمیکنه. انسان هوشیار این کار نمیکنه بر داخل حمام بنشینه، داخل دستشویی بنشینه. برای چی؟ کدام دلیل خاصی وجود نداره. اونجا میره مینشینه و در اونجا احساس راحتی میکنه. احتمالش هست که به شرطی که این انسان هوشیار باشه، کدام مریضی مغزی و عصبی نداشته باشه، احتمالش هست که این موضوع هم از سحر خالی نباشه. و یا اینکه شخص در مورد عقیده و فکر و اندیشه خود به شک بیفته. یعنی ناخودآگاه نسبت به عقیده و نسبت به آنچه که باید یک مسلمان به او باور داشته باشه به شک و تردید میفته و نسبت به مسائل عقیدوی و فکری و اندیشوی متاسفانه که یک بارگی نسبت به اینها به تشکیک میفته، به شک و تردید میفته. این هم احتمال داره که ناشی از سحر باشه. و احیانا هم اتفاق میفته که شخص به خاطر ضعف ایمان، به خاطر بی اطلاعی از دین، به خصوص در این شرایطی که ما زندگی میکنیم، شبهات از جوانب مختلف بر مسلمان ها وارد میشه، بر جوانان مسلمان وارد میشه، از جانب دشمنان اسلام. فرق نمیکنه که اینها یهودی باشن، نصرانی باشن، بت پرست باشن، آتش پرست باشن، رافضی باشن، اهل بدعت باشن، همه اینها از هر جانب شبهات ریختانده میشه. در صورتی که شخص از دین و از علما دور باشه، در صورتی که شخص اهل مطالعه نباشه، امکان داره که در عقیده و در فکر خود به شک و تردید بیفته. اما یک شکلی هست که خود به خود ناخودآگاه بدون هیچ حرفی، بدون هیچ چیزی، ای بار بار وسوسه میشه نسبت به عقیده و اعتقاد خود، ای بار بار نسبت به عقیده و فکر خود به شک و تردید میفته. و این خالی از این نیست که این شخص سحر شده باشه و احتمال سحر در وجود این شخص وجود داره.
اینها بعضی از علائمی بود که ما تا حالا بیان کردیم، چی در برنامه گذشته چی در اینجا، یا به صورت کلی یا به صورت اجمالی و تفصیلی بیان کردیم. موضوع بود که در حالت بیداری برای شخص که سحر شده و شخص مسحور اتفاق میفته. علائمی هست که در خواب برای شخص مسحور به وجود میاد. یعنی شخصی که سحر شده علائمی هست و نشانه هایی هست که در حالت خواب او را اذیت میکنه، که هرگاهی این علامات را ما در وجود شخص دیدیم که در حالت خواب این مشکلات را داره، بدانیم که این شخص سحر شده. و یا امکان داره که مسائل طبی باشه که آن بحث جدایی هست که به هر کدام انشاءالله اشاره خواهیم کرد. یکی اینه که شخص در حالت خواب عرق بسیار زیاد میکنه. نه هوا گرم نیست، هوا گرم نیست، ماشاءالله کولر، آی کندیشن، کلا اینها هست. هوا سرد، یا سردی آریزی یا سردی که به هر حال در هوای سرده. خلاصه این که وجود داره سردی، اما با وجود این سردی زیاد عرق میکنه و کدام مشکل ضعفی هم نداره، مثلا کدام مشکل در جسم خود نداره که به خاطر ضعیفی باشه یا به خاطر ناتوانی باشه. نه، ماشاءالله همه چیز وجود داره، خوب و سالم. مریض از نظر طبی هم هیچ نوع مشکلی در وجودش احساس نمیشه، گرمی هم وجود نداره، سرد هم هست، اما بسیار عرق میکنه در حالت خواب. این امکان داره که خالی از سحر نباشه. یا ترس و دلهره برایش زیاد پیدا میشه، یعنی در حالت خواب بسیار بسیار هراسناکه، بسیار هراسناکه. یعنی به محض اینکه چشم باز میکنه بسیار بسیار میترسه، یعنی حالت ترس داره، احساس میکنه کسی او را صدا میکنه، احساس میکنه کسی دنبالش هست، تصاویر بسیار خطرناک میبینه، یعنی در ذهن خود. و همچنین خوابهای وحشتناک و کابوس میبینه، خوابهای وحشتناک میبینه، جن و پری و این و آن چیزهایی که بعضی ها حقیقت داره و بعضی ها حقیقت نداره و در داستانهایی که شنیده وجود داره اینها را میبینه. و احیانا هم اتفاق میفته که این خوابهای وحشتناک به خاطر بی‌توجهی خود شخص باشه، به خاطر بی‌توجهی خود شخص باشه و اختلالات مغزی وجود داشته باشه. مثلا شخصی ماشاءالله زیاد میخوره، سر معده‌اش فشار میاد و این فشار معده میزنه به مغزش، احتمال داره خوابهای عجیب و غریب ببینه، کابوس ببینه از پرخوری فراوان. و احتمال هم داره که این کابوس ها و این خواب های وحشتناک به خاطر این باشه که قبل از این که خواب بشه فیلم های وحشتناک دیده، فیلم های کشتن، زدن، جنگ کردن، اینها را دیده، یا برنامه های به هر حال کار کرده، برنامه هایی را دیده که در آنها وحشت وجود داشته. احتمال داره که به خاطر آن هم در مغزش باقی مانده و در حالت خواب هم او را رها نکنه. ولی اینها نیست، هیچ کدام از اینها وجود نداره، هیچ کدام از این دلایل وجود نداره. بدون هیچ دلیلی خوابهای وحشتناک و کابوس میبینه به طور مستمر، نه اینکه حالا یک بار دید بگه حالا دیگه من سحر شدم، نه، یعنی به طور مستمر سر خود را میگذاره، خواب میشه، خوابهای وحشتناک میبینه. احتمالش هست که خالی از سحر نباشه، با وجودی که گفتیم این موارد دیگر خالی از این موارد باشه. و همچنین در حالت خواب مثلا حیواناتی مثل گربه، مثل سگ، مثل این حیوانات زیاد ببینه، نه کم یک بار دید بگه خلاص دیگه حالا من سحر شدم، نه خیر، یعنی به طور مستمر این مشکل با او تکرار میشه. سر خود را میگذاره گربه خواب میبینه، سر خود را میگذاره سگ خواب میبینه، سر خود را میگذاره یک چیز دیگر خواب میبینه، چیزهای وحشتناک و وحشتناک. و اینها به طور مستمر هم گفتیم تکرار بشه، نه ای که برای یک بار شد خلاص ما قضاوت بکنیم که بله این شخص حتما سحر شده، نه خیر. و یا این که در حالت خواب راه میره، یعنی خواب یک بار از جا بر میخیزه راه میره این طرف اون طرف. احتمال داره که این هم در بعض انسانها خالی از مشکلات طبی نباشه، مشکلاتی که در مغز او وجود داره احتمال داره که این هم باشه. اما گفتیم در صورتی که همان قاعده‌ای که در برنامه قبلی گفتم در اول که اینها در موارد است که هیچ نوع عارض طبی و پزشکی پیدا نشه، وجود نداشته باشه،
یعنی به خاطر مسائل طبی و پزشکی نباشه، بلکه اینها مواردی است که علم طب و علم پزشکی نتواند برای آن دلیلی پیدا بکند. بعد از معاینات هیچ نوع دلیلی پیدا نشه. امکان داره که این هم نوعی از سحر باشه. و همچنین در حالت خواب بسیار ناله کردن، ناله میکنه در حالت خواب، و این هم در صورتی است که به هر حال کدام مشکلی از نظر ظاهری در این شخص دیده نشه. اما اگر مشکلاتی باشه که به هر حال به خاطر این آه و ناله میکنه، آن بحث جدایی هست. به خاطر هیچ نوع دلیل موجه و ظاهری آه میکنه در حالت خواب، ناله میکنه در حالت خواب، امکانش هست که این هم سحر باشه. یا در حالت خواب میبینه که از جای بلندی افتاد پایین و این به طور مکرر تکرار بشه. خواب یک بار میبینه از بالای کوه افتاد پایین، یک بار میبینه که از جای بلند دیگری افتاد پایین، یا خواب میبینه داخل چاه افتاد، و یا خواب میبینه که از جای دیگری افتاد پرت شد پایین. امکانش هست که در صورتی که کدام مشکل ظاهری وجود نداشته باشه، کدام مشکل طبی و پزشکی وجود نداشته باشه، امکانش هست که این هم عاری از و خالی از سحر نباشه. یک میان برنامه میگیریم و انشاءالله بعد از میان برنامه در خدمت شما در ادامه برنامه خواهم بود. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. در این قسمت قبل از میان برنامه در خدمت شما مسائل و علائم و نشانه هایی را بیان کردیم که در وجود شخص مسحور یا شخصی که سحر شده وجود داره، که در حالت بیداری صحبت های شد و در حالت خواب هم بعضی از علائم را به خدمت شما بیان کردم. علائم و نشانه های دیگری هم وجود داره که در وجود شخص مسحور یا شخصی که سحر شده در حالت خواب برای او اتفاق میفته. مثلا زیاد خواب میبینه قبرستان ها، خواب میبینه داخل قبرستان های، یا در جاهای وحشتناک خود را خواب میبینه، جاهای وحشتناک یا جاهایی که کثیفه مثل دستشویی، مثل حمام، اینها خود را خواب میبینه که زیاد در اونجا، یعنی تکرار مکررن خواب میبینه داخل قبرستان، مکررن خواب میبینه جاهای وحشتناک، مکررن خواب میبینه داخل جاهای مکانهایی که در کثیف، مکانهایی که نجسه. یعنی زیاد به صورت تکرار اینها را خواب میبینه و همیشه از این بابت رنج میبره. این هم میتونه در صورتی که کدام مشکل دیگری وجود نداشته باشه نوعی از سحر باشه، که این شخص سحر شده باشه. یا در خواب اشکال و شکلها و تصاویر و به شکل بگین که تصویرها و صورتهای عجیب و غریب میبینه، یعنی به صورت تکرار میشه برای این شخص که در حالت خواب به محض اینکه چشم میبنده خواب میشه، اشکال میبینه، صورتهایی میبینه عجیب و غریب، حتی صورتهای وحشتناک میبینه، صورتهای از حیوانات وحشتناک، صورتهای از انسانها وحشتناک، صورتهای از اماکن و جاها وحشتناک. همه چیز برای او وحشتناک معلوم میشه، ترسناک معلوم میشه. این هم در صورتی که کدام مشکل دیگری نباشه، مشکل طبی نداشته باشه، این شخص مشکل پزشکی نداشته باشه، احتمالش هست که خالی از سحر نباشه. و همچنین خود را زیاد خواب میبینه در کنار مردگان، کسایی که مردن، گذشتن، خود را خواب میبینه در کنار مرده ها، در کنار مرده ها زیاد خود را خواب میبینه و این به صورت تکرار اتفاق بیفته، مکررن این کار تکرار بشه، نه اینکه برای یک بار مرده را خواب دید خود اتفاق میفته،
شخصی خانواده شخص هست، مثلا از خانواده پدر است، مادر است، برادر است، خواهر است یا کسی دیگری هست. از دنیا رفته انسان احیانا خواب میبینه. این به این معنا نیست که همین که خواب دیدی خلاص حکم بکن بله من سحر شدم. چون احیانا اتفاق میفته که بعضی از انسان ها یکی از این مشکلات که برای او به وجود میاد خلاص دیگه دلش افتاده من سحر شدم. چی دلیل داری؟ به خاطر این که من این علامه و این نشانه در وجود من وجود داره. نه خیر، این به صورت تکرار هست. همین که چشمش را میبنده خواب میشه، خواب میبینه که در وسط مرده هاست، خواب میبینه در کنار مرده هاست، خواب میبینه با مرده ها زندگی میکنه و این به صورت تکرار اتفاق میفته. این خالی از سحر نیست در صورتی که کدام مشکل دیگری نباشه. چون احیانا اتفاق میفته که بعضی از خوابها خلفیه داره. یعنی چی؟ یعنی این که قبلا شخص قبل از این که خواب بشه، مثلا در مورد مرده ها زیاد گفته شده، در مورد اجنه زیاد گفته شده برایش، در مورد یا قبلا اشاره کردم که تصاویر وحشتناک میبینه، فیلم های وحشتناک میبینه، برنامه های وحشتناک میبینه، خواب میبینه. این دیگه از وجود سحر نیست، چون یک عارضی وجود داره. قبلا مغز ای و ذهن ای با اینها تکرار شده، باز ذهن نشین شده برای، حتی در خواب هم او را رها نمیکنه، در خواب هم اینها را خواب میبینه. حتی این نوع خوابها از نظر بعضی از علما تعبیر نداره. خوابی که قبلا انسان در بارش فکر بکنه، چون در ذهن این انسان میمانه همین تصویر، در حالت خواب میبینه. حتی بعضی از علما میگن که این تعبیر نداره این خواب، علمایی که به علم تعبیر آشنایی دارن. پس بناهن این تصاویر و این اشکال عجیب و غریب را بدون هیچ خلفیه‌ای، بدون هیچ چیزی که قبلا وسیله وجود داشته باشه، این شخص اینها را میبینه. احتمال هست که این هم خالی از سحر و جادو نباشه. و یا خواب میبینه که در حالت خواب کسی میخواد او رو بکشه، فکر میکنه که یک کاردی دست کسی هست یا سلاح گرم مثل تفنگ و امثال اینها در دست کسی هست، احساس میکنه که کسی میخواد او را بکشه، او را میخواد از بین ببره. بدون هیچ مقدمه قبلی، یعنی بدون هیچ چیزی که قبلا فکر کرده باشه و اینها، خواب میبینه، مکررن خواب میبینه که کسی میخواد او را بکشه، کسی میخواد او را از بین ببره. این هم خالی از سحر و جادو نیست. پس بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، اینها علائمی بود که بنده به خدمت شما بیان کردم، چی در بیداری و چی در خواب. و این به این معنا نیست که باز هم تکرار میکنم، این به این معنا نیست که هر کس یکی از این علامات را دید خلاص بر خود قضاوت بکنه که من سحر شدم. امکان داره که مشکلات دیگری وجود داشته باشه که به هر کدام از اینها تا حد توانم بنده اشاره کردم. در هر کدام اشاره کردم که شاید موضوع دیگری باشه، به خاطر که وساوس شیطانی نباشه. چون احیانا انسان مریض میشه و بر خود تلقین میکنه که شاید من سحر شده باشم و این نوعی وسوسه شیطانی است برای اذیت کردن شخص. اما در صورتی که علم طب و علم پزشکی برای هر کدام از این علامات کدام دلیل موجهی، کدام دلیل ظاهری و خاص پیدا کردن نتوانست، علم طب و علم پزشکی از تشخیص این مریضی و از تشخیص این مکررات عاجز ماند، بعد از آن می توانیم که ما قضاوت بکنیم و حکم بکنیم که این شخص در واقع سحر شده، که انشاءالله در مورد علاجش اگر پروردگار سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده در برنامه‌های آینده با آن اشاره خواهیم کرد که چگونه میتونه انسان خود را علاج بکنه و آیا علاج سحر جایز هست یا نیست و اینکه چگونه و با چی ترتیبی و با چی وسایلی خود را میتونه انسان علاج بکنه و از شر سحر در امان باشه. ان شاء الله که در برنامه‌های بعدی به این موضوع اشاره خواهیم کرد. حالا از این بیشتر وقت شما بینندگان عزیز و گرامی را در این قسمت نمیگیرم. الله تبارک و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.